قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. بگو این راه من است. راه سنت راه واضح است، راهی است که در او پنهانکاری و پیر و مرید و واسطه و وسیله و این چیزا نیست. با بصیرت، بدون شائبه، بدون شک. رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه السلام خجالت نمیکشه از اینکه بگه والا طریقت نقشبندیه و قادریه و برای خودتون درست بکنید که شما راهیاب میشید. راه اطیع الله و اطیع الرسول گفته. راه واضح و آشکار است. هر کسی که به هر نامی میخواد سیفی باشه، نقشبندی باشه، فلانی باشه، این باشه، اون باشه، هر کسی که میخواد باشه، به خدا قسم، به خاطر دین خدا اگر بهمون فوش بدید، متهممون بکنید، به خاطر محبتی که به سید و سردار اولاد آدم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و به خاطر غیرتی که برای دینش و سنتش داریم، هر تهمتی هم که میخواید بهمون بزنید. اما میگیم نیست در قرآن و سنت این راه و روشی که شما اختیار کردید. اینکه 4 نفر جمع بشن در یک جای دور هم شب تا صبح ها هو را بندازن، مثل سگ ها اوهو بکنن، این در قرآن نیست، در سنت نیست. رسول الله این کارو نکرد. از برای خدا، برای استنجای رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه دقت کردن، روایت کردن. برای وضوء مبارکشون وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وضو میگرفتن، صحابه با هم دیگه میجنگیدن به خاطر اینکه قطره از آب وضوء رسول الله صلی الله علیه و سلم به دستانشون برسه. آیا یک صحابه اومده گفته که رسول الله ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و علی و فلان و علان رو جمع میکرد گوشه مسجد صبح تا شام الا الله میکرد؟ نکرده. از برای خدا نکرده. من 10 سال تقریبا از سایت ها گرفته تا این شبکه که حدود 7-8 سال است که ما داریم تحدی میکنیم اگر کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو، بیاد یک نقشبندی، بیاد یک فلانی، بیاد یکی از این پیرای طریقت، بیاد یکی از این مریدای اینها، یکی از کسانی که تبلیغ میکنن برای این راه و روش‌های باطل و شیطانی، یکیشون بیاد نشون بدن، دلیل بیارن، حدیث بیارن که رسول الله صلی الله علیه و سلم 4 تا صحابی رو جمع کرده در گوشه مسجد این کارا رو کرده.